صبح 25 مای سال 2024 تخمیناً ساعت 09:30 دقیقه راننده автомашин تمغه وز 2107 اشوف نیکروز سال 1987 ساکن نویه شهر نو هنگام حرکت در شوراوی دوشنبه ایسار ترسونزاده در حدود جماعت دیات میرزا رضای شهر ایسار از عهده دوره وسطای نقلات نبرآمده پیادهگرد برات و منظوره سال 1994 و فرزند خورسالش بوی میرزای و آزاده سال 2023 ساکن امان جا را پخش نموده است. در نتیجه مادر جوان و فرزند خورسالش جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 25 مای سال 2024 تخمیناً ساعت 15:00 دقیقه راننده ماشین تمغه مرسدس بابا جانوف فرهاد جان سال 1997 ساکن نویه بابا جان غفوروف هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق در حدود موضع خرمدره نویه شهرستان به سمت مقابل حرکت را برآمده به ماشین بورکش تمغه دف تحت اداره شادی قناعتشاه سال 1988 ساکن نویه عینی برخورده است. در نتیجه راننده مرسدس بابا جانوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. مسافر وی رجبوف دلشاد سال 1981 ساکن شهر خوجند از جراحت‌های برداشتش در بیمارخانه وفات کرده است. از روی حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه رودکی با عریضه مرد 67 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شام 22 مای سال 2024 تخمیناً ساعت 19:00 دقیقه هنگامی در حدود دهه استقلال نویه مذکور قرار داشتنش شخصان نامعلوم او را لطکوب نموده با روی زوراوری از جیبش به طور آشکارا 950 سامانی را گرفته از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که این جنایت را نابالغ 15 و 16 ساله ساکنان نویه رودکی صادر نمودند. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.